باز روز قیامت الله حکم میکنه که کی موحد بود، کی مردم به وحدانیت الله دعوت میکرد و کی مردم به شرک دعوت میکرد. الله میگه، الله باز فیصله میکنه. ان الله، قرآن، آیت قرآن است، ان الله یحکم بینهم، در بینشان فیما هم فیه یختلفون، در آنچه که اختلاف میکنن. حال اختلاف کنین، حال درست است مردم ببرین به قبر پرستی، ببرین مردم به مخلوق پرستی، برین در پایای مخلوق مردم پرتین، به نام عالم دین سجده کنین سر مخلوق بر خود، بر تواغیت، برین قانون مخلوق به عوض قانون الله ببینید. بارین این دنیا دائمی نیست. الله در روز قیامت چی میکنه؟ بین از اینا باز فیصله میکنه. ان الله، باز الله باز چی میگه؟ ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. الله دروغگوی کافرن. کفار اگه از کفران نعمت گرفته شده باشه، او کسی که الله نعمت قرآن برش داده قرآن نمیخوانه، الله ده هدایت نمیکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هفته‌های قبلی ما با شما موضوع وسیله و توسل سرش صحبت کردیم و گفتیم که از موضوعات بسیار مهم و موضوعاتی که زیاد جنجالی هم است موضوع همین وسیله و توسل و تقرب به الله سبحانه و تعالی می باشه. و در هفته گذشته تعریف توسل و وسیله را در لغت و اصطلاح گفتیم. بعد از آمدیم آیاتی که کلمه وسیله در قرآن آمده بود و تفسیری که علما کردن کلشی بود که وسیله که در قرآن عظیم شان است، مفسرین کرام گفتن که منظور از وسیله در قرآن عظیم شان اما اعمال صالحی خود انسان است که انسان با اعمال صالحی خود میتونه که خدا به الله نزدیک بسازه. و در این هفته کلمه وسیله در احادیث هم آمده است. مثلا در حدیث شریف کلمه وسیله آمده و معنای وسیله ببینین نسبت به قرآن و در احادیث باز فرق میکنه. در آیات قرآنی وقتی که کلمه وسیله آمده بود به این معنا بود که تقرب جستن به الله با اعمال صالحی خود انسان بود. اما کلمه وسیله در حدیث شریف، حدیث صحیح مسلم است، عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص میگه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدیم که میگفت اذا سمعتم النداء، وقتی که شما آذان شنیدین، فقولوا مثل ما یقول، شما در جواب آذان آنچه که مؤذن میگه شما هم بگوین. یعنی اگه الله اکبر میگه شما هم الله اکبر بگوین، اگه اشهد ان لا اله الا الله میگه شما هم بگوین. ثم بعد از اینکه آذان خلاص شد، ثم صلوا علیه، رسول اکرم صلی الله علیه و میگه که شما باز بعد از اینکه آذان ختم شد بالای من درود بفرستین. فانه من صلى علی صلاة صلی الله علیه بها عشرا. دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و میگه که اگر کس بالای من درود بفرسته باز الله 10 مرتبه بالای از او رحمت میفرسته. بعد از اینکه ببینید در آذان اول آذان گفته شد، باز گفت جواب آذان بگوین. جواب آذان که گفتین باز ختم آذان درود شریف است که درود بالای رسول الله صلی الله علیه و فرستاده شود. ثم صلی الله لی الوسیله، باز رسول اکرم صلی الله علیه و میگه بعد از اینکه درود فرستین به الله دعا بکنین برای ما وسیله. وسیله کدام یکی است؟ امی که مثلا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسیله، اینمی دعا. این به اساس امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از گفته که باز برای ما وسیله بجوین. این باز خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وسیله را در حدیث ترجمه میکنه، میگه که فانها منزله فی الجنه. میگه نمی وسیله که شما برای ما دعا میکنین این چی است؟ میگه یک منزلت یا مقام است در جنت. یعنی ما شما بعد از هر آذان دعا میکنین پروردگارا بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینمی مقام منزلت در جنت عنایت بفرما.
لا تنبغی الا لعبد من عباد الله، میگه این مقام کس میگه شایسته نیست مگر به یکی از بنده از بنده های الله. و رسول اکرم صلی الله علیه و ارجو ان اکون انا هو، میگه من امید میکنم که من اونمو شخصی باشم که همین مقامی که در جنت هستی بر من داده شود. فمن سأل لی الوسیله حلت له الشفاعه، باز میگه اگه کسی بر من وسیله دعا بکنه که پروردگار همین مقام بر من بده، باز بر از او همین شفاعت ما حلال میشه. یعنی اگر این مقام است شما دعا بکنین که همین مقام الله بر من بده، و وقتی که این مقام در جنت الله بر ما داد و کسی که همین دعا را میکنه باز بر از او چی حلال میشه؟ شفاعت ما، که الله وقتی که در روز قیامت و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همون مقام و منزلت را میته، همیست که در آیت شریف میگه که ولسوف یعطیک ربک فترضی، یعنی الله بر تو به اندازه مقام میته تا که تو راضی شوی. و رضایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی است؟ که همون شفاعت امتش است که امت خود شفاعت میکنن. پس ایناله حتی ببینن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود از که پیغمبر است و پیغمبر اولوالعزم است و برش آیاتی آمده و برش وحی نازل میشه و در جنتی بودن در مقام عالی داشتن از او هیچ شک نیست، بازم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کلمه امیدوار میگه، ارجو ما امیدوار هستم. ببینن با اونمو تواضع خود. حالا بعضی کسایی که برای مردم خدا بسیار عالی قرار میده و در جای بلند میشینه و دیگه میگه بیا پایای مرا ماچ کو، بیا دستای مرا ماچ کو، بیا مثلا سرم ماچ کو، بیا مثلا خدا مثل سجده ور بر من بگی. عالمی کسایی که پیش از این میرن، این مشکلشان چی است؟ مشکلشان این است که یا فکر میکنن که این نفر جنتی هست، در حالی که جنتی بودن به غیر از اونم عشره مبشره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر از اونها بشارت جنت دادن، دیگه هیچ کس نیست، خصوصا در عصر ما و شما هیچ کس ما گفتن نمیتونیم که اینمی جنتی هست و اینمی مثلا چی نداره. کل ما گناهگار هستیم. ای که مثلا کی جنتی هست، کی مثلا مقام بلند داره که باز مردم میرن مثلا دست از او رو تبرک میگیرن و سرش رو تبرک میگیرن و در قدمایش میفتن و بر از او عطا عبادت میکنن. و همین نفر که به همین کارها راضی میشه که یک نفر خود عبادت ذلت است، وقتی که یک نفر آماده میشه که یک نفر در مقابل از خود ذلیل بسازه، اینمی نفره که خودش رضایت نشان میده، این طاغوت گفته میشه. طاغوت چی رو میگن؟ طاغوت کسی رو میگن که آماده هست که دیگرها بر از کارهای مخصوص الله را بکنن. سجده مخصوص کی است؟ مخصوص الله هست. رکوع مخصوص کی است؟ مخصوص الله هست. این حاله او کسی که آماده میشه که یک کسی بر از رکوع بکنه یا سجده بکنه و خود در مقابل از ذلیل بسازه، به شکل نماز در مقابل از ایستاده شوه، یا مثلا تو به شکل بیخیامت و ذلت پیش بره و پیش بره، این نفره که به این گپا راضی میشه، اینه در اصطلاح قرآن طاغوت میگن. طاغوت میگن. طاغوت کسی است که میخواد که عبادت از عبادات الله برای انجام داده شود، مثل که فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، و یا میخواد که قانون خود بالای مردم تطبیق بکنه، این هم طاغوت است. مثلا امی رهبرای مارکسیسم و لنینیسم و اینمی سکولاریسم و دموکراسی، اینا هم طواغیت گفته میشن به اصطلاح قرآن. چرا؟ اینا میخوان که قانون خودم به ضد قانون الله قانون ساختن، میخوان که این قانون تطبیق شود، اینی طاغوت است. و کسی که میخواد که بغیر از الله برازی عبادت شود و این راضی هست، این طاغوت گفته میشه. اینا اگر مثلا یک عالم، یک مولوی، یک پیر، یک شیخ، یک مرشد اگر این راضی شد به اینکه مردم بیان در پای از سجده بکنن، برای رکوع بکنن، عبادات مخصوص الله را در مقابل از انجام بدن، خود این شخص چی گفته میشه؟ این طاغوت جور میشن. و کسانی که کارم میکنن اینا کسان یا مشرک گفته میشن. چرا؟ یا در عبادت الله چی کردن؟ این شریک ساختن. چون ما و شما فقط مسلمان ها میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ما فقط به تو عبادت میکنیم و فقط از توی استعانت و کمک میخوایم. این حاله اینجاست. از این خاطر شما وقتی که احادیث میخواین ببینید که تواضع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که بر امت خود میگه که بعد از اینکه اذان شنیدین شما چی بگوین؟ درود بگوین. و این حدیث صحیح مسلم است. دیگه این حالا بعد از مسئله چیز، خب این دمی حدیث امی کلمه وسیله آمده. خب این حالا دیگه از جمله کلمات ما گفتیم کلمه تقرب سرش بحث میکنیم. کلمه تقرب در قرآن عظیم شان، کلمه تقرب هم در قرآن عظیم شان آمده که در چندین آیت آمده که ما این آیات جمع کردیم و این بسر هر کدام از این ما شما میبینیم. فقط در قرآن کریم تقرب دو قسم معرفی شده. مثلا یک نفر میخواد خدا به الله نزدیک بسازه، دو قسم ذکر شده.
تقرب جستن به الله در قرآن عظیم شان در آیات به دو شکل بیان شده. هر دو قسمش بیان شد. اول قسمش چیه است؟ تقرب جستن اهل توحید است. یعنی قرآن عظیم شان معرفی میکنه که وقتی که موحد میخواد به الله قریب شوه چه قسم، و مشرک میخواد که به الله خدا نزدیک بسازه این چه قسم است. یعنی یک کسی هر دویش یک هدف دارن، میخوان خدا به الله نزدیک بسازن. موحدین چه قسم به الله خدا نزدیک میسازن و مشرکین چه قسم میخوان به الله خدا نزدیک بسازن. پس برای ما و شما هر دو راه گفته شده. انا هدیناه السبیل، ما را راهنمایی کردیم. ایناله اما شاکرن و اما کفورا. الله هر دو را نشان میده که اینی مردم هم میخواستن به الله نزدیک خدا بسازن، اینی مردم هم میخواستن خدا به الله نزدیک بسازن، منتها اینیش موحد هستن پیش الله، اینیش چی هستن؟ مشرک هستن. پس شما امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیروان قرآن هستین، هر دو را یاد بگیرین. از اون راهی که شما را در راه توحید میبره از او استفاده کنین، این راه دیگه که شما را در شرک میبره از این دوری بکنین. این حال مثلا ما و شما آیات میخونیم. آیات اولی است که قسم اول آیاتی که درباره‌شون آمده تقرب جستن اهل توحید است. یعنی موحدینه که قبل از ما و شما بودن، از زمان آدم علیه السلام تا آمدن قرآن عظیم شان، کسایی که موحد بودن یا چه قسم تقرب میجستن، و در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه قسم تقرب میجست، همین آیات شریف میگه. مثلا در یک آیات شریف چی میگه؟ میگه و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ینفق قربات عند الله. میگه بعضی از اعراب هستن. کلمه اعراب وقتی که در قرآن عظیمشان استعمال میشه این چیز جمع اعرابی هست. اعرابی مردمای بادیه نشینی که در صحراها میشیشتن. میگه بعضی از این مردمای بادیه نشینی که در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، میگن من کسانی هستن که یؤمن و ایمان دارن بالله و بالیوم الاخر والیوم الاخر، که اینا ایمان به الله و روز قیامت دارن. یعنی الله تایید میکنه که اینا واقعا مؤمن هستن و واقعا ایمان به روز قیامت دارن. یا چی میکنن؟ میگه همین کسایی که واقعی مؤمن هستن به الله و به روز آخرت ایمان دارن، میگه و یتخذ ما ينفقون، اینا آنچه را که نفقه میکنن در راه الله قربات عند الله. پس یا چی میکنن؟ عمو مصرف و نفقه‌ای که میکنن، پس چی شد؟ عمل نیک خدا. یعنی میخواین که به الله نزدیک شون. یا چی قسم خدا به الله نزدیک میشن؟ ایمان به الله و روز قیامت دارن. آل نفقه میکنن سر فقرا و مساکین و مظلوم و یتیم و بیوه و تراب، کمک بر از اونا کمک میکنن. اینمی نفقه خدا وسیله بر چی میگن؟ برای نزدیک ساختن خدا به الله میسازن. این یکی از وسیله تقرب در آیت شریف اینمی هست. خب و صلوات الرسول، و دیگه اونمو دعاهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنن و دعای پیغمبر، اینا چی میگرفتن که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بالا بر از اینا دعا میکنن، این هم وسیله تقرب میگیرن. الا انها قربت الله، میگه آگاه باشین که اینمی وسیله نزدیکی بر از اینا هست. پس انسان اگر نفقه سر فقرا میکنه، بالای مسلمانا دل میسوزانه، بالای فقرا دل میسوزانه، برای مسکین و یتیم بیوه، برای تربیت یتیم، برای رعایت از اینا، برای تعلیم از اینا زحمت میکشه. و همچنان آل خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله دعایش نیست. پس اینی کارا رو وقتی که میکنه، این چی است؟ این وسیله قربت است که انسان چی میکنه. خب یکی آیت دیگه چی است؟ آیت دیگه که سوره علق آیت 19 هم است، و آیت قبلی که من براتون خواندم. خب این سوره چی است؟ سوره علق آیت 19 هم میگه کلا لا تطعه واسجد واقترب. ببینید در این آیت شریف هم کلمه قربت و نزدیکی استعمال شده، لکن الله چی میگه بر ما؟ میگه واسجد واقترب. پس این کل این آیات و آیات قبلی رو برای ما تشریح میکنه. در آیات قبلی ما گفتیم که وسیله چی بود؟ اعمال صالحی خود انسان، ایمان، اعمال صالحه و دعوت، تواصی بالحق، سوره و العصر. این آیات دیگه انوزی رو تشریح میکنه. پس این آیات شریف چی میگه؟ مستقیما میگه تو میخوای به الله خدا قریب بسازی، چه قسم خدا به الله قریب بسازی؟ گفته که پیش کدام شخص برو، در کدام قبر برو، این طور به الله نزدیک میشه، یا گفته که واسجد چی کو؟ سجده کو. پس انسان مسلمان وقتی که سجده میکنن، با سجده به کی نزدیک میشه؟
به الله نزدیک میشه. این هم از موحدین است. دیگه آیت شریف که از موحدین میگن که مثلا انسانای موحد که خدا به الله میگه که اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، میگه وقتی که بنده های ما درباره ما سوال میکنن من به بنده خود نزدیک هستم. پس ایناله ببینید اینجا مفسرین کرام حتی در باب عقیده چی میگن؟ میگه شما کل آیات مقایسه بکنین، در دیگه آیاتی که درباره عقیده نیست، مثلا میگه و یسالونک عن المحیض، ای پیغمبر تو را درباره حیض سوال میکنن، بازو یک کلمه قل آمده بر پیغمبر گفته که تو معلم هستی تو برشان بگو. و یسالونک عن المحیض قل هو اذن، و یسالونک عن الروح در اونجا باز گفته قل، و یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. میگه اما در اینجا چون مسئله عقیده هست حتی برای پیغمبر نگفت که قل تو بگو، گفت که اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بنده های ما از ما سوال میکنه فانی قریب، من به بنده های خود چی هستم؟ قریب هستم. یعنی شما بین خود و بین الله حتی پیغمبر در این قسمت قرار ندی. تو بنده هستی، پیغمبر معلمت است، توحید یاد داد، عبادت یاد داد، نماز یاد داد، حالا میخوای به الله نزدیک شوی چی میکنی؟ میگه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من به بنده خود نزدیک هستم. از پیغمبر هم که الله به بنده نزدیک است، از ملائکه که الله به بنده خود نزدیک است. از این خاطر ما نیاز نداریم که وقتی که به الله دعا میکنیم پیش جبریل علیه السلام بریم بازو رو واسطه بکنیم، یا پیش پیغمبر بریم او رو واسطه بکنیم، یا پیش یک شخص دیگه بریم. نه، این است اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بنده های ما در مورد ما سوال میکنن فانی قریب، من به بنده های خود نزدیک هستم. باز چی میگه؟ اجیب دعوت الداع، من هستم که اجابت میکنم دعا کنین داره. فلیستجیبوا لی، پس شما اگر میخواین که به من نزدیک باشین اول شما اجابت مرا بکنین. یعنی چی معنی؟ یعنی الله میگه که اول من به بنده خود نزدیک هستم، ضرورت به دیگران است. یکی. دوم، اگر شما میخواین که به الله نزدیک شوین باید سجده بکنین. سوم میگه وقتی که شما میخواین که به الله نزدیک شوین شما اول من دعایت میشنوم، لکن به شرطی که تو اول اجابت اوامر مرا بکنیم. ایمانت درست بساز، اعمالت درست بساز، غذایت حلال بساز، لباست حلال بساز، عقیدت جور کو، طاعات عبادت بکن، بعد از او بر من رجوع بکن. پس الله میگه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، علی کسایی که میگه شما به من اجابت بکنین و ایمان برین. این حال اینجا هست اصل چی شد که وسیله نزدیکی به الله چی است؟ که الله به بنده خود نزدیک است به شرطی که بنده ایمان داشته باشه، به شرطی که بنده اعمال صالحه داشته باشه، به شرطی که بنده سجده بکنه. با این ایمان داشتن و عبادت خوب و اوامر الله را تطبیق کردن و سجده کردن به الله تو نزدیک میشی. اینی هست چی است؟ اینی هست راههایی که قرآن انسان نشان میده که چه قسم خدا میتونه به الله نزدیک میشه. آیت 4 که در این باره هست که در این یه کلمه همین تقرب آمده، میگه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. الله میگه ولقد خلقنا، میگه ما خلق کردیم انسان را و میدانیم که ما توسوس به نفس، آنچه را که وسوسه میکنه نفسش، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، میگه ما به بنده خود از شارگ گردنش هم کردن نزدیکتر هستیم. این شارگ گردن است. وقتی که شارگ گردن است و بنده به الله به بنده خود از شارگ گردن هم نزدیک است با علم خود. الله عالم الغیب است. پس از شارگ گردن تو هم کرده آنچه که در قلب تو است، چون عالم الغیب است به تو نزدیک است و هر لحظه تو را و آنچه که در قلب تو خطور میکنه این میمونه. این حالا اگر یک کس موحد است و یک کتاب پرست است و این میفهمه که وقت انسان قرآن میخونه و عقیده خود از قرآن میگیره، خود به خود آیات قرآن قلب انسان از مخلوق دور میسازه. مخلوق هر قدر مقام داشته باشه بازم در مقام الوهیت ایره قرار نمیده. پس مقام الوهیت، مقام که انسان به خالق خود رجوع میکنه، اینمی هست که وسیله تقرب. حال زیادتر مردم ها که است والله نیست ما توسل با فلان شخص میکنیم، توسل با فلان شخص میکنیم. چرا این زیاد پشت اشخاص ما کم گرفتن؟ به خاطر که آیات قرآن و عظمت خالق در قلب ازی جای نگرفته. شیطان چی میکنه؟ شیطان میخواد که عظمت مخلوق در قلب انسان جای بده و توجه انسان به طرف مخلوق باشه. قرآن میگه نه، عظمت خالق باید اینجا چیز شود،
در قلب تو جای بگیره. اگر میخوای به الله خدا نزدیک بسازی، به سجده به الله نزدیک بساز، به ایمان به الله نزدیک بساز. مشکل داری به الله، المجیب صفت پیغمبر نیست، المجیب صفت جبریل علیه السلام نیست، المجیب صفت الله است. از اسماء الله الحسنا المجیب است. از این خاطر میگه اجیب و دعوت الداع. و در آیت دیگه چی میگه؟ باز میگه و نحن لاقرب الیه من حبل الورید. ما به بنده خود از شارک گردنش هم نزدیکی هستم، به شرطی که این بنده ایمان داشته باشه، به شرطی که این بنده عقیده داشته باشه، به شرطی که این بنده به قرآن و به عظمت خالق این عقیده داشته باشه، به شرطی که تحت تاثیر مخلوق نرفته باشه. این شد نوع اول آیاتی که درباره امی تقرب یا نزدیک شدن بنده های یکتا پرست است. اینال قرآن عظیم الشان وقتی که چیزای خوب نشان میده، چیزای منفی را هم نشان میده که مبادا شما به مرض که بت پرستا و کسای دیگه که مشرک شدن به او شما مبتلا نشین. ایره هم بر ما نشان میده که این توحید که بر شما نشانم. حالا خیسه کنین که مشرکین چی میکنن؟ این نو دومش تقرب جستن اهل شرک است. اهل شرک در آیت قرآن شریف چی میکنن؟ اول آیت قرآن میگه که الا آگاه باشید لله الدین الخالص. دین خالص، دین توحید واقعی مخصوص کی است؟ مخصوص الله است. اینا رو چی میگه؟ میگه مشرکین حالا قصه اشاره میکنه، میگه والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که بغیر از الله دیگران را ولی و دوست خود گرفتن. الله ولی الذین آمنوا. دوست حقیقی مؤمنا کی هست؟ الله هست. اما کسانی که عوض دوستی الله دیگه دوستا را اختیار کردن، یا میگه چی مشکل داشتن؟ میگه والذین اتخذوا من دونه اولیاء، یا چی میکردن؟ مستقیما به الله رجوع نمیکردن. اول میرفتن پیش یک مخلوق، یا از این مخلوق مجسمهش بود، یا قبرش بود، یا هر چیزی که دیگه بود، یا درخت، یا هر چیزی که بود. میگه والذین اتخذوا من دونه اولیاء، میگه وقتی که این کسانی که بغیر از الله دیگر اولیای خود، دوستای خود گرفته بودن، یا چی میکردن؟ میگن یا میرفتن پیش بتها، پیش قبرها، به مخلوق رکوع سجده میکردن. خب از پیش از اینا پرسان میشد که شما خدا را میشناسین؟ بله ما خدا را میشناسیم. خالق آسمان و زمین کیست؟ میگه الله هست. خیلی پیش از این بت چرا میری؟ به این قبر چرا سجده میکنی؟ جواب مشرکین قرآن برای ما میده. میگه و چی استدلال میکردن؟ میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. میگه ما یارو عبادت نمیکنیم مگر به خاطر ازی که یا ما را به چی میکنن؟ یا ما را به الله قریب میسازه. پس مشکل بت پرستا و قبر پرستا چی هست؟ که اونا عقیده دارن که الله دور است، بعید است. به آیت قرآن که گفت و نحن لاقرب الیه من حبل الورید باور ندارن. به آیت باور ندارن که واسجد واقترب، بیان باور ندارن. به چی باور دارن؟ که والله از ما الله بسیار دور است. پس چی کنیم؟ پس ما میم اول به این مخلوق خود نزدیک میسازیم، ای باز ما رو چی میکنه؟ به الله ای ما رو قریب میسازه. این گپ از کجا پیدا شد؟ اساس گپ چی است؟ اساس گپی است که اینا یک مشکل شرکی دارن. اون مشکل شرکی چی است؟ اون مشکل شرکی است که خالق متعال با پادشاه ها و رئیس جمهورا تشبیه میکنن. فهمیدین؟ خالق متعال به کی تشبیه میکنه؟ به پادشاه تشبیه میکنه. اینا ما اینا مثالش عملی براتون نشان میدم. مثلا یک نفر که قواری خوب پادشاهی داشته باشه بیایم بشینن ببرش. پادشاه رئیس جمهور آینده خلیفه مسلمان‌ها قرآن داره بسازه. خب چون کلمه رئیس جمهور در قاموس اسلامی جای نداره. کلمه رئیس جمهور کلمه است با معنای بسیار دیگه داره. خب حال مثلا مشکل مردم در چی است؟ مشکلی است ما براتون گفتم که شرک از کجا پیدا میشه و مشکل از کجا پیدا میشه. مثلا این کسایی که میگن ما به الله مستقیما رجوع نمیکنیم، پیش دوست الله میریم تا او ما را به الله قریب بسازه. چرا؟ این عقیده خود از کجا گرفتن؟ اگر از قرآن میگرفتن، خب قرآن چی گفت؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. خب حالا چرا مثلا
یا این کار میکنن به خاطر از که یا خالق با مخلوق، او خالق متعال با این مخلوق چی کردن؟ با پاچه ها تشبیه میکنن. چه قسم تشبیه میکنن؟ مثلا اول بیاین کی رو بفهمیم باز رو میفهمیم. حال من یک کارم بند است، یک عریضه دارم پیش پاچه شد. خب حالا ما میخوایم که پیش از این پاچه بیایم، تو عریضه داده است میای در پیش پاچه. وقتی که میای جلوش باش. خب اول اینی صاحب بادیگارد از این پاچه است. سیست؟ حالا من که جبه میگم او بیادر من اگر ایزا حق دارم میخوایم پیش از او برم، این میگه نه نیست اجازه نیست. چی نیست؟ اجازه نیست. بان برم؟ نه را بند است. خب چرا را بند است؟ پاچه ظالم است. این مردکه رو در راه استاد کرده؟ سیست نه؟ پس من بعد از این رفتم؟ نمیتونم. سیست نه؟ اگر پاچه ظالم نمی بودی نمی بیاره هر کس قامت بان کریسی خدا بیاره. صحیح شد؟ پس ما فهمیدیم که پاچه ظالم است، این برای من اجازه نمیده که من پیش از او برم. آله من مجبور هستم به خاطر که پیش از او خدا برم. آله بیان خیر از ثواب داره کلو مردم ماندی مرا مان که نه نمیمانم. الان چی میکنم؟ من یک کس را پیدا میکنم که این نفر بسیار آدم قوی، مثلا این برادر زدان من پاچه خودم برای دستنش دست دستم. اینا رو که اینجا آمدم، وقتی که پیش ازی آمدم کتازی که رفتم این آل پیش ازی که میم این سرازی رای نزن برام تو شتاخته است این کتازی که رفتیم سیسته این حالی میره راستم پیش ازی من رو گیره میگم این چی هستی؟ سیسته؟ این حال ای چی شد؟ وسیله من شد به نزدیکی برای کی؟ برای پادشاه. این حال در اینجا چرا ای پادشاه برش وسیله ما آوردم؟ عادل است یا ظالم؟ اگر چی خنالی پادشاه صاحب برای من نال خوب احترام هم میکنه، جورپسانی هم میکنه، چرا؟ پیشتر نفرش هیچ نمیمان، این خود هیچ گپ نمیده، لیکن آله که شناختیش آمده به خاطر ازی برای من خوب یک بادام و پسته و خستان میمانه، ورزی و موجود چی میکنه؟ امضا میکنه. خب پس چرا ما وسیله رفتیم پیش یک کسی دیگه گرفتیم که این مرا بر از این نزدیک ساخت؟ به خاطر چی که پادشاه چی است؟ ظالم. این یک دلیلش. دومش احیانا مثلا من اینو چرا وسیله میگیرم برای خود؟ بگم بیا به خاطر اینکه من خودم ظالم هستم، پادشاه خوب آدم است، لیکن من مستحقی نمی تجریب زمین نیستم، از طریق از این میخوایم چی کنم؟ امضای چی کنم؟ امضای جعلی بکنم. پس واسطه که میبریم، من یک روز رفتم یک جای یک پاسپورت کار داشتم، نه رفتم که دو جای مردکه میخواستم حج برم، رفتم برای این نفر گفتم صاحب چی است دارن دروازه گفت نه اجازه نیست فلان است. پیش از این نفر که رفتم در سرم میز شیشته همین که پاسپورت میداد ایت روی خودم بالا نکرد، من گفتم سلام علیکم جواب سلام آدمگری زگمی پاسپورت ندیم آدمگری سلام خوالیک بگی این هیچ نمیگرفت تا چه واسه گفت نه اجازه نیست برو یک ماه بعد بیا. اما با سباش رفتم یک کسی که پیدا کردم آورد صاحب برام شش استاد او برش معرفی کرد که استاد است این ترسه صاحب رفت بادام ما آورد پستا ما آورد. من دیگه در دلم سنتی که سعی میکنیم دیگه برام احترام استاد محترم ما با استادا احترام داریم قدر داریم فلانی داریم. اما گفتم نه خاین من دیروز استاد نبودم این خو مرا استاد جور کرد سیزنی دیروز خود تو مرا استاد کرده بودی ها حال که شناخته پیدا کردی تو احترام پیدا کردی بادام پستانه نه آدم خو نیستی خو مجبور بادام تو تشکر صاحب قربان داد ما صاحب استادا خدمت داریم آجیل پاسپورت تو حواله میشه آجیل کارت میشه فلان میشه خو کار مرا کرد لکن من قلبا چی فهمیدم گفتم تو ظالم هستی تو خائن هستی تو عدالت نداشتی اگر میداشتی خود دیروز می کار مرا میکردی احترامه. پس ایناله وقتی که پیش پادشاه آدم میبره وسیله به سه دلیل داره. یک دلیلش پادشاه ظالم است یا خود پادشاه ظالم است یا دو من ظالم هستم که میخوایم کار ناروای خودم رشتیم قبر کنیز میرم وزیر سطح میشم سیزه اینه یا مثلا رشتهش سای منصب است میره وزیر ترانسپورت و فلانی میشه طیاره را امرش میده سیزه ایناله یا من ظالم هستم یا ای ظالم است و یا این پادشاه بیچاره نمیتونه کل کار مردم بکنه مجبور است برای خود چی بگیره؟ بادیگارد بگیره وزیری بگیره چی بگیره؟
اگر کسی برای الله واسطه میبره مخلوقه یا در عدالت الهی شک داره کفر است. متوجه شدین؟ چه خطرش در کجاست؟ بعضی کسا من نمیگم این خوب آدم نیست، من در خوب آدمی هیچ شک ندارم، صحیح نه؟ یک از من کمک کرد، اما مشکل من در چی است؟ که از این آدم است. این حاله وقتی که بسیاری وقتا ما میگیم که بسیاری کسا ما میریم پیش از این دوست خدا کی منو به خدا نزدیک بسازه. چرا پیش از این دوست خدا میری کی تو رو به خدا نزدیک بسازه؟ یا در این شک داری که الله عادل نیست مثل از این پاچا واره؟ پس برش باید چی رو بری؟ واسطه رو بری. یا خودت ظالم هستی، اوامر الله را تطبیق نکردی، اونجا نماز خوانده میشه تو نمیری نماز فرضی رو نمیخوانی، در قبر شاه شمشیرش چنگه وزی توق شور میتی. صحیح نه؟ میخوای از طریق تا شاه شمشیره نمازهای تو او بخوانه، او برات یک کارت بده. چرا من نمیرم مسجد نماز نمیخوانی که آمدی اینجا هستی؟ یا این دو مشکل داری، یا سه مشکلی هست که الله تنها کار خودش به بنده های خود رسیدگی العیاذ بالله نمیتونه، پس ما مجبور هستیم پیش کی بریم؟ پیش سکرتر و پیش رئیس دفتر و وزیرش بریم. از این خاطر آیت قرآن چی میگه برای مسلمانان؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اول من به بنده خود چی هستم؟ نزدیک هستم. شما صاحب بفرمایید با کار ندارید. صحیح؟ ها؟ این حاله مطلب واضح شد نشد؟ ها؟ عالی عقیده خودتون نیست که مثلا یک نفر در خانه مسلمان پیدا شد، والله در افغانستان یک گپ است که والا مثلا پدر فلان مسلمان بود، خلاص که من هر کاری که کردم من مسلمان هستم. نه، عقیده خو وقت کار داره. تو باید وسیله را بفهمی، توسل را بفهمی. علت از اینکه چرا مردم آل قرآن عظیم شان میگه که والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسایی که بغیر از الله ولی و دوست گرفتن، چرا برای عبادت میکنین؟ چرا به این بت میری سجده میکنی؟ چرا به این قبر میری سجده میکنی؟ دلیلشان چی بود؟ قرآن عظیم شان میگه یا دلیل میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما یا را عبادت نمیکردیم مگر این که ما را یا به الله چی کنن؟ نزدیک بسازن. این حال که در قرآن عظیم شان دو نقطه دقیق دیگه گفتم. اول وقتی که پیش مخلوق یا میرفتن رکوع میکردن، سجده میکردن، به نام مخلوق نظر میبردن، خودشان میگفتن که ما با مخلوق عبادت کردیم. ببین ما نعبدهم گفتن، نعبدهم. پس کسی که به مخلوق میره نظر به نام مخلوق میبره، من به نام شاهد شمشیره نظر میبرم، اینی دیگ الواره بر شاهد شمشیره میبرم که شاهد شمشیره مرا به الله نزدیک بسازه. پس اینجا به شاهد شمشیره چی کردم؟ عبادت کردم. چرا؟ نظر چی است؟ نظر چی است؟ عبادت است. عبادت که به مخلوق کردی چی شد؟ مخلوق در عبادت خالق چی کردی؟ شریک. دادگاهش نکردی، تنها کار کردی. برای مخلوق رفتی سجده کردی، دیگه کل کارات برای الله کردی. در سجده که عبادت الله هست، مخلوق چی کردی؟ شریک ساختی. اینجا خطرش است. این حال کسایی که در درس عقیده اشتراک نمیکنن و میخواین که ذکر بکنن و عبادت بکنن، یا بیچاره برشان مشکل اعتقادی پیدا میشه. و خطرناکترین دشمن شیطان است. شیطان تو رو وسوسه میکنه. همین گپا رو نمیفهمن بسیاری کسا. والا من این نفر دوست دارم، این بسیار. ما در دوستی نفر شک نداریم. ما در دوستی و خوب آدمی شاید شمشیره شک نداریم. ما در دوستی و محبت و بلند مقامی صحابه کرام شک نداریم. لکن ما نمیخوایم که یاره در بین خود و خالق خود قرار بدیم. چرا؟ به خاطر که خود خالق گفته که کسایی که مشرک بودن قبلا میرفتن به قبر یهود و نصارا که به قبر لعن الله الیهود و النصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. قبر پیغمبر چی ساختن؟ سجدگاه ساختن. چرا به قبر پیغمبر سجده میکرد؟ میگه پیغمبر مرا به الله چی کنه؟ نزدیک. پیغمبر تو نگفته که برای من سجده کن. گپ سر پیغمبر نیست. شخصیت پیغمبر هیچ کس انکار نمیکنه. شخصیت اولیاء الله را هیچ کس انکار کرده نمیتونه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیت قرآن است. اولیاء الله شخصیت های بزرگ هستند، لکن مشکلی است که تو بین الله و بین خود اولیاء الله را چرا قرار میدی؟
آیا الله دور است که میخوای از طریق خدا نزدیک بسازی؟ آیا الله اجابت نمیکنه که این اجابت بکنه؟ آیا در عدالت الهی شک داری؟ از این خاطر میگه که این مردمای مشرک میگفتن که ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر به خاطر چی عبادت میکنیم؟ که لیقربونا الی الله، که ما رو به الله چی کنه؟ قریب بسازه. الله چی میگه؟ قرآن، رسول اکرم صلی الله علیه و قرآن گذاشت. ما مردم افغانستان که مشکل داریم و تمام روز جنجال است، علی وهابی هستن، علی فلانی است، اینی میگه پاره کشیدن که قرآن نخوان که وهابی میشی، آیات نخوان که وهابی میشی، حدیث نخوان که وهابی میشی. اصلا مشکل ما چی است که از قرآن ما را به شکل از اشکال چی کردن؟ دور ساختن. یک نفر از خفتن میشنن تا صبح. من نمیگم که مولانای روح خراب آدم بود، ما هم ادبیات خوش داریم، لکن شعر مولانا خوب است یا یک آیت قرآن؟ ما صاحب در قریه ملائق مولانا خان است. در یک قریه صاحب بری 15 تا مولوی کلش مولانا خان. من در قریه دارم یک مفسر قرآن باشه که یک آیت قرآن بر مردم تشریح کنه که همه قبرشان بگویه که صفت مجیب الله چی است. برو همین از بسیار مثلا برو در بسیاری جای مثلا که برن این طور مثال در یک مسجد یک کسی هست مثلا 10 سال مولانا را خوانده، برو برش بگو برادر عزیز 10 سال مولانا خواند یا آسا میخوایم تا چند بجه شب میشین؟ تا 2 بجه شب. همین صفت مجیب الله را بر ما در 2 جمله 2 دقیقه گپ بزن. والا سر میگیره من نمیفهم. والا نمیفهم. پس وقتی که صفت الله را نفهمیدی چطور میتونی که تو یک انسان یکتا پرست باشی؟ نمیفهمن. چرا؟ از این خاطر مشکلی است که ما را به شکل از اشکال شیطان از قرآن و از فهم قرآن چی کرده؟ دور کرده. اگر میل این مسجد بگوییم برادرای عزیز به خاطر معرفی یک رهبر مثلا فلانی از رهبرای اسلامی یک محفل داریم، باور بکنید این مسجد جای شیشتر نیست. صحیح؟ باور بکن. اگر این همین روز دمی هفته برو اعلان بکن یک چند مسیج طور مثال روان کن، بگو روز جمعه ساعت 2:30 بجه در مسجد عثمان سرک چی میگن همین نوابات دکیپک عقب تانگ تیل بسیر سالنگی مسجد عثمان، امامش هم مولوی صاحب عبدالسلام عابد، اینجا روز جمعه ساعت 2:30 بجه عوض درس عقیده معرفی یکی از شخصیت های سیاسی هست، نامشان بگی. بعد از صاحب بیا اینجا صاحب در این مسجد که پلاستیکا دادن دروازه صاحب بوتای تا وقت در پلاستیک میمونه. صاحب بوتلای هاو صاحب پیشریت ماندگی است. صاحب با سعی کنی که مثلا کت چپن و کت قرقلی صاحب کلگی آمده صاحب اونجا شیشتگی. والله بر استاد دایی نوبت هم برسه. از استاد دایی باز از اون صاحب در آخر یک سوال میکنیم، باز اون نتاقه کشم باز برم یک تنگه میدن. استاد وقت بسیار زیق است، بسیار کم است، یعنی شما یک بوته اضافی آمدین دیگه خواسته میتان در لیست یک کمک متوجه باشین. خب صحیح است بچه‌شم با بازیگان فکر می‌مونه صاحب اگه من ریش نه شما را خب به خاطر ازی گفتیم که بازی جوانا که به خاطر شما آمدن یا را خواستیم چون در لیست نامتان است که یک 80 نفر 100 نفر از خاطر شما هم شکار شود اینجا بیایه. خب اون تا خودت گپ مپ نزن دیگه، تو بان که همین وکیل صاحب گپ بزنه، بان که این میمانای نو گپ بزنه که. اما اگه برای این مردم بگویی که برادر عزیز صفات الله بیان میشه در این مسجد، باز یکی رو ببینی صاحب کتابچه یکی جای دستش اون دو پالوگک ستون شیشته که چه وقت هوا کنم صحیح. یکی دیگه رو ببینی تو باز لم کرده در نیم درس میای صاحب، نیم درس از پیش رفته نیم دیگه شه دیگه رو صاحب سعی کنی خوب فاجعه گرفتهش که تو دان خدا ماکام میگیره که باز کمی فاجعه نشه. اون صاحب یک چند تا دیگه صاحب که درس صاحب تیر شد خدا هوا کردم تو بابانی با من خدایی خدا کشید. اینه چی است؟ به خاطر ازی که ما مشکل چی داریم؟ نمیخوایم که عظمت خالق و صفات خالق، در حالی که ما باید کل عمر خدا برای چی بدیم؟ به شناخت خالق متعال بدیم. یکی رو بگی چطور است؟ والا صاحب من آمدم یک جای ختم بود دیگه چه بگی خود شما والا شیرینی خوری بچه همه بچه کاکای که کیانم خرکته بابا کلانم
شیرینی خوری از او بود. او فلانی چی بود؟ رسه به یک شکل از اشکال شیطان ما رو چی میکنه؟ از درس عقیده چی میسازه؟ دور میسازه. و وقتی که درس عقیده را نفهمیدیم و نقاط دقیق است. باور بکنید این توسلی که من بر شما همیشه درس میتم 3 ماه خودم نفهمیده بودم. این 3 ماه بعد میره درس دادم. همین جمعه گذشته چرا 1-2 جمعه پیش من یک تیر خدا آوردم، من که درس کلیم صحیح خلاص نشده باشه یک بانه برش جور میکنم درس نمیدم. 3 ماه تحقیق کردم. 3 ماه بعد همین گپایی که عالم بر شما فهمیدم، این کتاب بخوانی تفسیر او را تا بالاخره این کلش دستبندی شد. این بر شما مثل یک مسکه واره از دست ماست بر شما 5 کیلو مسکی خوب کشیده میشه میبرتن میده. این چه صاحب باز میگه والله از در افغانستان کس تبلیغ نمیکنن. تو کی اومدی شیشتی؟ از این خاطر در افغانستان چون درس عقیده را مردم نمیفهمه بازار چی گرم است؟ بازار زیارت ها. ایش بش ملنگ است. چند قسم ما ملنگ داریم. یک ملنگ اشپش ملنگ. من گفتم این چه قسم است؟ گفتم چه قسم ملنگ است؟ گفتی 40 سال میشه خدا نمیشویم. این بیخیش پش زدم. حالا واقعیت هاست. ما بسیاری وقت آله برادر تو چرا نمیشوی؟ به خاطر الله. من گفتم الله خو گفته رسول الله صلی الله علیه و که باید در هر جمعه مسلمان چی کنه؟ آل تو دیگه 40 سال یک دفعه یگان خرابیش چیز نکردی مثلا؟ یا یه دیگه همون تو بیخی تفلکاس اینجا خونساستی. اگر خرابی که دیگه 40 سال خیلی تو بیخی وضعیتت خراب است. ولی بیش ملنگ بیچاره نمیفهمه. دیگر از صاحب آوردن این کی است؟ گفتن این شربت ملنگ است. خب بازی یک ذره خود رد بهش بلند بود دیگه اوش خود ضابط بشت یک کمک این چیزی شربت ملنگ و فی برای مجلسایی که در قبرستانا گرفته میشن بازی بر هر کس با بسیار اخلاص چون آمدی به قبر سجده کردی و رضی فلانی کردی دیگه این چیز. از این خاطر برادرای عزیز محترم ببینید در صفحه اول قرآن عظیم الشان من بسیار برای دوستات تکرار میکنم. در صفحه اول قرآن 3 طایفه را بر ما نشان میده. باز کل قرآن سرزمین 3 طایفه گپ میزنه. انعمت علیهم مغضوب علیهم ضالین. هست نیست؟ اگه این 3 کلمه را فهمیدی مشکل زندگی اسلامیت رفع میشه. اگه این 3 کلمه را نفهمیدی تا آخر عمر به تکلیف است. ضالین کی بودن؟ مغضوب علیه کی است و انعمت علیهم کی است؟ ضالین کسی است که اخلاص داره، عمل داره، عبادت داره، علم نداره. اینیا ضال گمراه شدن. نصرانی ها بسیار خوب اخلاص داشتن، بسیار خوب تقوا داشتن، بسیار خوب بردبار بودن، بسیار خوب عمل میکردن لکن علم نداشتن. چون علم نداشت شیطان شرک آورد در بین اخلاصش داخل کرد. پس اخلاص تنهایی تقوای به علم به درد نمیخوره. که تو درس عقیده نشینی و تو شیخگری بکنی. این ضال است. تا روز قیامت کسی که اخلاص میکنه و تقوا میکنه و عبادت میکنه و علم نداره این خود به خود در ضالین داخل میشه. قرآن میگه کسی که علم داره خوب عالم است لنگی سب چی میگه و کالای سفید چی میگه و قیفه چی میگه ای باز اخلاص نداره عمل نداره تقوا نداره ای باز غضب الله سرش نازل میشه. علم به اخلاص و به تقوا عالم باشی اخلاص نشه تقوا نشه غضب الله سرش نازل میشه. چرا ای عالم حق باطل میگه باطل چی میگه حق میگه. ای علمای یهود بودن ای عادت از اونا بود خوب عالم بودن و تو پیغمبر مشناختن یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. قرآن میگه از بچه خودم که پیغمبر خوب مشناخت لکن چون تقوا و اخلاص نداشت علم داشت غضب الله سرش نازل شد. پس اگر تقوا و عمل و اخلاص داشتی علم نداشتی در ضالین داخل میشی گمراه میشی. اگر علم داشتی تقوا و اخلاص نداشتی
غضب الله سرت نازل میشه. پس اگر میخوای که در جمله انعمت علیهم داخل شوی باید چی بکنی؟ علم و تقوا. عقیده را بفهم، تقرب بفهم، وسیله را بفهم که الله به من از شارک گردن نزدیک است. بفهم که شفا در قرآن است. حالا وقتی که من میفهم که شفا در قرآن است و الله از شارک گردن نزدیک است، برام یک تکلیف پیدا میشه، برش میگم که یا رب، یا پروردگار، یا الله، سجده میکنم، مسجد واقترب، مریض هستم، سوره فاتحه شفا است میخوانم. اما بعضی کس میگه نه، شفا در قرآن نیست. در کجاست؟ در زیارت غزنی صاحب است. قرآن میگه و ننزل، الله میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین. برای مؤمن شفا و رحمت در کجاست؟ اور تو یک دفعه سر مریضی که تو میبری در غزنی یک دفعه سوره فاتحه را با عقیده بخوان. اما میگه نه، در قرآن نیست شفا. کجاست شفا؟ ببرش کجا؟ ببرش بابا کلان ما اشپول بابا نام داره، ببرش اشپول بابا. ما که نواسایش هستیم. یگانه که میگه استاد من مریض هستم، والا صاحب مولوی صاحب توش ما چی هستیم؟ شما که یک خط کش کنین سیزنه مریض جور میشه. والا خود ما مریض شدیم 65 خط کش کردیم. هر کس خودش خودم میشناسه. این چقدر لوده است. بازور ازاری را در دست ما چخ میکنه. این حال بازو که یک کمک تقوا داره میگه گمش خودی ازاری حرام است. میگه که باز تقوا نیست، میگه خدا شرمندهش بده پرد عجیبه. یعنی یک خط نه 16 تا خطه، کرکبیل، نرنبیل، خرخبیل، جرجبیل برش نشه میکنه. بگیره چی کن اینو با صاحب میگیره بگی یه چه بگی صاحب د کمرت بسته کو، اینو د کلیت میشه کن چی گپ شد. در تقدیر از دختر رفته، اون من میتونم تقدیر الله را تغییر بدم، اون رو بچه بسازم؟ پیغمبر نمیتونه. ما چی کاره هستیم؟ اما گپ سر چی است؟ گپ سر ازی است که او در درس عقیده اشتراک نمیکنه، باز همین کسی که بر ازی خرخبیل ازی خر جور میکنه، بازو چی میکنه؟ بازی میگه آشکو در سایه ای استادا نشینین. یک جای من رفتم درس میدم، صاحب کل سیدیگکای من شکستاندن. چرا؟ نشنوین. چرا که اگر شنیدی باز تجارت از او چی میشه؟ بند میشه. باز تو وقتی که مریض شدی بر از او مردکه 1000 نمیتی، میری یک صدری بره به یک یتیم میتی و به الله سجده میکنی و سوره فاتحه رو سر مریضت میخونی، الله بر شفا مینصیب. شفا در قرآن است، الله برات قریب است. با اینا رو سعی اینجا میگه که او کسایی که بت پرست بدن باز الله چی میگن؟ یا چی میگن؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، یا چی میگفتن؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این عبادت نمیکنیم، ما مشرک نیستیم، ما پیش از یا که میریم یا خود دوستای خداست یا ما را به الله نزدیک میسازه. این گپا را قرآن میگه مشرکین میگفتن. قرآن چی میگن؟ میگه گپا را کی میگفتن؟ مشرکین میگفتن. ما پیش از دوست خدا الله ایمان داریم، عقیده داریم، ما مشرک نیستیم، لکن خیلی چرا پیش ازی میریم؟ ما پیش ازی میریم دوست خداست. ای باز ما خود ریسی هستیم، شرمنده هستیم. الله در جوابش میگه که ان الله یحکم بینهم فیما فیه یختلفون. ان الله یقینا که الله یحکم و حکم میکنه بینهم در بینشان فیما در آن چیزی که هم فیه یختلفون، در اون چیزی که اختلاف میکنه. ان الله یقینا که الله یحکم بینهم. باز روز قیامت الله حکم میکنه که کی موحد بود، کی مردم به وحدانیت الله دعوت میکرد و کی مردم به شرک دعوت میکرد. الله میگه، الله باز فیصله میکنه. ان الله، قرآن آیت قرآن است، ان الله یحکم بینهم در بینشان فیما هم فیه یختلفون، در آن چیزی که اختلاف میکنن. آل اختلاف کنین، آل درست است مردم ببرین به قبر پرستی، ببرین مردم به مخلوق پرستی، برین در پایای مخلوق مردم پرتین، به نام عالم دین سجده کنین سر مخلوق بر خود، بر تواغیت، برین قانون مخلوق به عوض قانون الله بین چه بانین. این دنیا دائمی نیست. الله در روز قیامت چی میکنه؟ بین از اینا باز فیصله میکنه. ان الله باز چی میگه؟ ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. الله دروغگوی کافره.
کفار اگر از کفران نعمت گرفته شده باشه، او کسی که الله نعمت قرآن برش داده قرآن نمیخوانه، الله را هدایت نمیکنه. حق میفهمه، قرآن پیشش است، احادیث رسول الله هم برش پیشش است، عقیده پیشش است، اینو میگه الله میگه ان الله لا یهدی من هو. پس او کسی شما جگرخون نشید. یعنی اگر دیدن که یک نفر با وجود آیات قرآن، با وجود ازی هم باز به مخلوق سجده میکنه، بازم دامات آرسته میرن به قبر فلانی، برای قبر عزیز صاحب سجده میکنیم، خب چیه؟ فلسفهش از چی است؟ تو مثلا سر از این قبر والله سر من یک مشکل داشتم، رفتم توغای فلانی زیارت ها رو نو کردم، مثلا همین توغا رو رفتی، همین توغ چی ماند؟ توغ در زبان فارسی سوتا چوب. توغ چی است؟ چوب است نه؟ یک دستک است، چوب خشک است. خب تو میری مثلا اون رو پوش کردی و بازو همون پوش هفته زد، الله ازی راضی میشه؟ الله میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کسی که یک متر تکر ناق مصرف میکنه برادر شیطان است. چرا تو همین 3 متر تکر توغ پوش میکنی؟ چرا برای یک یتیم کالا نمیگیری؟ الله امر برای یک یتیم کالا بگیری خوب است یا یک چوب پوش کنی تکه زری بازو رو مفتاح بزنه خراب بکنه؟ کدامش؟ یعنی حداقل الله بر انسان نعمت علم داده. علم انسان یک نعمت است، عقل انسان دیگر نعمت است، حس انسان دیگر نعمت است، قرآن دیگر نعمت است. از این نعمت ها استفاده بکن به شکل معقول. حالا مثلا برو یک دونه چوب پشت بکن در سر چیز بود، اون دو که بیای میگه خب والا اون دو خنده میکنه، اون دو میگه ما همین چوب یک کمک از هنر کار گرفتیم، برای یک دان و بینی و قواره و لبسیرین و سرخی سفیده کردیم. شما خود چوب خالی نه. اون دو یک کمک چی کرده؟ سبحان الله. اینی رو میگه که آخر زمان خطرش دهی است که انسان عقل داره، از عقل خود کار نمیگیره. از این خاطر امریکایی از عقل خود کار میگیره، به قرآن ایمان میاره، مسلمان خوب فکس میشه. روسی اون قاری سبب میشه شیشته. قاری سبب تو بیا بود چی بود درست پیشن باش، باز میگه شاید یگان تا اخبار استاد که از تاریخ تیر شده است، اپدیت شدگی. قاری سبب اول قاری سبب درست پیش محکمه رفته بودی؟ بله. خب اینال بگو چرا محکمه رفتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برادرای ما اول خودش اسلام میشه، بعد از او برای دیگه مردم وسیله هدایت میشه که دیگه را دعوت میکنه به طرف اسلام. دمی زمان با یک خانواده رابطه داره که میخواد از او دخترش بگیره. اول او را مسلمان ساخت، نامش ژینا بود. دختر روسی را دعوت میکنه مسلمان میشه به اسلام، دختر مسلمان میشه باز کسش نکاح. بله. باز نام دختر گفتی چی بود؟ نام روسیش ژینا بود، ژینا لی تخلص شد. بازی این بچه را وقتی کارهای دعوتی از زیاد شد، ایرا روسا خواستن که از خاک خود بکشن. باز به همراه مادرش ایرا 6 ماه پیش افغانستان آمد. ای که آمد چند بار پیش استادم آمده بودن اینجا. باز خانم ازی گفت که من همراهت میرم. همون وقت میخواست که همراه شوهر خود یک جای بیه. باز ای برش گفت وقت دیپلم خود 6 ماه درسش مانده بود که دیپلم انجینری را بگیره. باز ای برش گفت خیر از تو خانه پدرت باش، وقتی که دیپلم گرفتی باز اگه آمدی بیا. باز دیپلم خود که میگیره باز میای تقریبا 1-2 ماه پیش افغانستان آمد که حالا در منطقه دو جنبه خوجه بغرا یک کوچه است، بسیار یک کوچه خراب، خانه سابقه خانه کنه دونه موجه بیچاره در یک اتاق زندگی میکنه. باز چند روز پیش ما دیدیمش، یک شب همراه استاد خانهشان رفتیم، باز او میخواست که تابعیت افغانستان بگیره. باز روز چهارشنبه ما همراهش رفتم در دارالافتاء در طرف کارتینو. در اونجا باز او وقتی که امی عالم ازش پرسان کرد که کلمه سوره فاتحه را بخوان، قسم خواند که امی مفتی گفت فزمام که تو خوب خواندی. بعد از او بیزاری خود از دیگه ادیان اعلان کرد و باز به دین اسلام مشرف شده بود، اما دوباره ایجا به خاطر گرفتن تذکریش دیگه برشان همونجا تبریکی دادیم و انشالله صبح یا دیگه صبح مبارک شاید بر ما بتا خانه شد ببرم بخیر. یعنی میداستن یعنی به اندازه یک شب خانه ما آمده بود همراه شوهرش و خوشوش.
بازی که همین قصه اسلام خدا میره بردم پیش خانم اولادایم دخترکان گفتم باش که بعد از اون قصه کنن که وا چیز شون وا که همین قصه زره شنیدن تا در چشماش شنیدم که عشق میگشت این با مو احساس که چی میکرد درباره اسلام گپ میزد و گفت که من از این طفولیت که بودم گفت به می برهنگی و به بی حیایی خوش نبودم چی مسلمان نبودم لکن من این زندگی حیوانی اونجا خوشم نمیامد که چرا قسم مثلا انسان باید باشه. باز میگه وقتی که من کمی کلان شدم باز میگه وقتی که آمدم در مرکز روسیه به خیالم در اونجا وام اطرافش بودن باز در مرکزش آمدن باز گفت اونجا من مسلمان ها را دیدم و دیدم که این مسلمان های تاجیکستان هستن که اینا چقدر بسیار خوش برخورد و چقدر پاک زندگی میکنن. حتی گفت من میدیدم که یک مسلمان در دستش یک توتک نان است میدهیگاه نان برای دخانی مرچه میپرته یعنی حتی گفت امین گفت مرا متاثر ساخته حتی برای یک مرچه یا دلسوز هستن مسلمان. گفت ایره دیدم و دیدم که دخترکات مکتب میان لباس دارن یا پرسار میکنم شما چی هستی گفتم ما مسلمان هستیم. خب بالاخره یعنی قصه خدا کرد و گپ جالبه که بسیار دو چیزش که مرا بسیار در تعجب انداخت یکی است مردم افغانستان امیال سرشان هر برنامه‌ای که خارجی ها سرزمین مردم افغانستان بخواد تطبیق بکنه فوراً تطبیق میکنه. مثلا عدد 39 آوردن گفتن عدد 39 امیال موتر والا 39 داشته باشه موتر نمیخره. دکاندار که در سر دکانش نمبرش 39 برسه میگه من یک دو ماه دکان نمیگیرم اصلا تا که 39 تیر شه. یک روز من در تلویزیون خواستن گفتن استاد این باره عدد 39 چی میگن چه من گفتم هر کسی که در این گپ عقیده داره که عدد 39 مثلا فحاشی است و چطور هستم کلمات زشت استعمال میگم من گفتم از پیش پرسان کنم که مادر تو 39 ساله بود یا نبود. خیر مادر خود در 39 سالگی چه قسم آدم بود؟ پدر 39 ساله بود نبود؟ تو خودت که بخیر 39 ساله شوی خودت چی میشی؟ یعنی بسیار برادرای عزیز زیاد مشکل که در افغانستان است مشکل اعتقادی است. دیگه یعنی دو سه آیت دیگه کسی را باز ان شاء الله در هفته آینده میخوانیم سر چیز دو سه آیت دیگه هم درباره همین مسئله توسلی هست یا را هفته آینده میخوانیم.